درخش استعداد باز یک نابغه همدان که پیراهه علمیش پایه استوار علمهای دقیق و تلاش ارزنده به سوی دانش‌های نو گردید. در زمان خودش بیم از اینشتین کمی ندارد. زبردستترین حسابدان که نوآوری‌های علمیش اساس فناوری‌های امروز زندگی بشریت گشته است. یا عدد پیرو 314 و 16 و 28 32 و 34 تا 16 عدد می رویم که این بسیار صحیحیت بلندش نشون میده. این حساب پوزیشنی شستی میگن که در همین حساب‌های استرونومی استفاده میشه. هم برای هم میگن که حساب نجمی. سهم نمایان او همچون دانشور و اختراعکار در علم اخترشناسی و نفوذ عالمگیری رصدخانه سمرقند. جمشید کاشانی میگوید که ما سودسی فخری را به اندازه 2 مراتب بزرگتر نسبت به سودسی فخری ابوالمحمود خوجندی ساختیم. شهرت جاویدانه غیاث الدین جمشید کاشانی و فعالیت افتخارآفر او در تاریخ علم تاجیک. این همه در مستند نابغه ها. درود به همه‌تان تماشابینان عزتمند. منظور شماست مستند نابغه ها و امروز ما درباره چهره صحبت میکنیم که نزدیک به 600 سال می شود اندیشه های او در علم و فناوری های جهان معاصر جایگاهی خاص دارد. امروز انسانیت در زمان زندگی میکند که همه چیز بر پایه حساب های دقیق است. از تلفنی که در دست داریم تا ماهواره هایی که گرد زمین دور میزنند، از ساختمان پل های عظیم تا پرواز هواپیماها، همه بر رقم ها تکیه میکنند. اما کم کسان میدانند 100 ساله ها پیش در سرزمین شرق مرد زندگی میکرد که اندیشه های علمی او زمینه پیشرفت جهان معاصر را گذاشت. محض نبوغ مادرزادی، تلاش و نوآوری های او باعث شد راه علم را به سوی دقیقی، حساب های مکمل و تکنولوژی های نو باز نماید. غیاث الدین جمشید کاشانی آخرین ریاضیدان برجسته دوره اسلامی و اخترشناس بزرگی فارس تاجیک. امروز ما در مستند نابغه ها از سهم این دانشور ممتاز در جهان علم صحبت میکنیم. تاریخ در آینه حقیقت رمزکشای راه پرشیب و فرازی فرهنگ سالاری بشریت است. آن با گذشته 1000 ساله ها شاهد ظهور و کمالات تمدن‌های گردیده است که با نیروی اندیشه، معرفت و دانش در تشکل جهان امروز نقش ماندگار گذاشتند. در میان این تمدن‌های کهن و اصیل، تمدن ایران زمین و به خصوص حوزه فرهنگی خراسان بزرگ جایگاهی ویژه دارد. این سرزمین نه تنها گهواره دولتداری کهن، فرهنگ و ادب و معرفت انسانی است، بلکه همچون مکتب بزرگ علم و اندیشه صدها فرزانگان و نابغه ها را به عرصه علم آورده است که آثار آنها تا امروز میان گذشته و حاضره بشریت پیوند معنوی برقرار می سازد. از زمره فرزانگان این تمدن که با نیروی تفکر و جستجوی حقیقت در رشد ریاضیات، ستاره شناسی، طب، فلسفه و دیگر علوم عقلی صحیفه های درخشان تاریخ علم را رقم زده است، غیاث الدین جمشید کاشانی می باشد.
بر اساس سرچشمه‌ها حدود سال 1388 در خاندان شخص صاحب معرفت پزشک معروف مسعود کاشانی به دنیا آمده است. شهر کاشان در آن روزگار یکی از مرکزهای مهم فرهنگی، هنری و علمی ایران محسوب می‌یافت. اما از پیامدهای هجوم‌های مغول و ناآرامی‌های سیاسی عصرهای پیشین رهایی کامل نیافته بود. давраи кӯдакии вай бисёр ба як давраи вазнин, давраи лашкаркашиҳои Теймуриланг рост меояд, ки вай ба бисёр шаҳрҳои ҳуҷум кардааш тахрибкорӣ мекард ва танҳо пойтахташ шаҳри Самарқандро обод мекард. Ва новобаста ба ин ӯ ба омӯзиш ва донишандозӣ машғул мешавад. Ва ҳатто аз таърих маълум аст, ки ба донишомӯзии ҷамшеди кошонии кӯдак падараш бисёр мусоидат мекард ва ҳатто нақша дошт, ки баъзе асарҳои Насириддини Тӯсиро барои писараш шарҳ нависад. новобаста ба вазъи мураккаб ва пурпечутоби замон дар домани фарҳангии Кошон истеъдоди нодири ӯ шакл гирифт. аз кӯдакӣ ба мутолиа, ҳисоб ва мушоҳидаи падидаҳои табиат дилбастагӣ пайдо кард ва бо қудрати дониш аз худ кардани осори олимони зеҳнпарваре чун Хоразмӣ, Берунӣ ва Насируддини Тусӣ ба ҷаҳони илм ворид гардид. нафари модарзод соҳиби истеъдод буд. падараш аз хӯи писараш огаҳӣ дошт, ки писараш ҳами Ғавсиддин аз хурдӣ ба истилоҳи имрӯза гӯем холерик буд, камтар тунмизоҷ буд. қобилияту фаҳмиш барраси муҳимтарин масоили илмӣ ва таҳлили ҳисобҳои риёзӣ барояш имкон дод дар қадами аввал ҳамчун ҷавони кунҷкобу доништалаб ба ислоҳи корҳои илмие, ки то замони ӯ ба даст омаданд, машғул шавад ва барои такмил рушди ҳамвораи онҳо талоши арзанда анҷом бидиҳад. ин равиш ӯро ба яке аз навоварони бузург ва чеҳраҳои барҷастаи илмии замони худ табдил дод. зич як маҷмӯи корҳои мушоҳидавии тӯлонии илми историяшиносӣ аст ва тартиб додани зич ва таҳия намудани зич мисли тақвим бисёр кори мураккабу мушкил аст, ки мушоҳидаҳои тӯлонии зиёдро талаб мекунад. барои ҳаминам ба навиштани зич вақте ки шурӯъ мекунад, тамоми ҳамун ҷадвалҳои пешинаро, ки аз тарафи бигем Насириддини Тусӣ, пеш аз вай Омари Хайём, пеш аз вай Хоразмӣ, пеш аз вай бигем ҳаким ат-Тирмизӣ, ки ба ин корҳо сару кор доштанд, ҳамаи ҳамин зичҳои пешинаро, гузаштагони худашро бисёр возеҳу равшан ҷамшеди Кошонӣ аз худ карда буд. дар синни ҷавонӣ бо он ки шавқи зиёд ба риёзиёт ва ситорашиносӣ дошт, тавассути асбобҳои мушоҳидавӣ, ҳаракати ҷирмҳои осмонӣ, мавқеи сайёраҳоро бо диққат зери назар гирифта ҷадвалҳои дақиқи астрономӣ таҳия намуд, ки ин ҷадвалҳо баъдан дар пешрафти корҳои илмии расадхонаҳо истифода шуданд. аввалин ҳодисаи астрономие, ки ҷамшеди Кошонӣ мушоҳида мекунад, ин гирифти моҳ мебошад, ки дар оғози солҳои 1400 рух дода буд ва ӯ ба навиштани осори нуҷумӣ ва риёзӣ машғул мешавад ва ҳатто яке аз онҳоро ба Улуғбек равон мекунад. дар он давра чунин одат буд, ки вақте ки як нафар асарашро менависад, ё ба ягон шахси бисёр таъсиргузор тӯҳфа мекард, ё ба амирону ҳакимон. зич элхонро, ки Насириддини Тусӣ навиштагӣ буд, ин кас гирифтан ҷамшеди Кошонӣ, ҳамонро аввал омӯхтанд, ба ҳамон гӯем ки навиштану ба ҳамон хоқони ҳамон вақта Шоҳрух вақте ки тақдим кардан барои ҳам зичи хоқонӣ мондан, яъне такмили ҳамон зичи элхонӣ. инҷа бояд қайд кард, ки зиче ки дар як замон вай мешавад, навишта мешавад ё ки тартиб дода мешавад, баъди гузаштани мисол аср ё ки гузаштани муддати муайян ҳамон гӯё ки кӯҳна мешавад
мумкин ягон дастовардҳои нави илм пайдо мешавад ё ки формулаи нав пайдо мешавад ё ки ҳамун мавқеи ситораҳо сайёраҳо туларзаш дигар мешавад. ایجاد و رواجدهی کسرهای دهی با قیاس با کسرهای شستگانه که در ستاره شناسی معمول بود، محض او آنها را به شکل کامل تهیه نمود و قاعده های جمع، طرح، ضرب و تقسیم را برای آنها شرح داد که باعث رشد ریاضیات و قدم نوآورانه در رشد علمهای طبیعی گردید. گزارش سیستم دهی به شستی معین کرد. من سیستم دهی همین سیستمی که ما امروز استفاده میکنیم از 9 تا 10 این ما میدونیم خوارزمی به اروپا برده بود، لیکن گزارش دهی شستی به دهی تنها به واسطه حسین جمشید کوشانی. سیستم شستی من 1 ساعت 60 ساعت یعنی 60 دقیقه 60 سکند ای دهی. در مشهور کردن در رواج دادن کسرهای دهی خیلی خدمتی زیاد کرده است و اون کسرهای دهی که ما امروز استفاده میبریم گفتن ممکن است که محض در نتیجه زحمت‌های جمشید کاشانی میباشد که در کتاب مفتاح الحسابش این چیز را بررسی کرده است. یعنی تا دوره جمشید کاشانی اساساً از نظام شستی استفاده می‌بردند و محض جمشید کاشانی هرچند موجود بود، هرچند عالمان می‌دانستند که نظام کسری دهی موجود است، ولی محض در اساس آثار جمشید کاشانی مخصوصا مفتاح الحساب این چیز معمول گشت و از طرف عالمان زیاد مورد استفاده قرار گرفت. حساب‌های دقیق عددی پی امروز در گیومتریا، فیزیکا، مهندسی و علم‌های کامپیوتری استفاده می‌شوند. اما در زمان خود بار اول به کاشانی میسر شد قیمت پی را تا 16 رقم درستی بعد ویرگول حساب نماید که چنین دستاورد قریب 200 سال در جهان رکورد دقیق ترین حساب به شمار می رفت. در بسیار فرمولای متماتیکا و فیزیکا هست که از روی همون مثال مساحت چین میکنن، حساب میکنن، حجم حساب میکنن، دیگر فرمولای و همچون دائمی میرود. اصلا ما او را 3/14 میگیم در همه کتابمون، لیکن جمشید کاشانی تا 16 دهیش معین کردگی است. یعنی که معین کردگی که بگیم 3/14 و 16 و 28 و 32 و 34 تا 16 عدد میرویم که این بسیار صحیحیتی بلند نشون میده. یا که بعد 2 ضرب میکنن 2 پی میگن 6 و 28 میگیم تمام. در همه حساب‌های متماتیکمون ما 3 و 14 میگیم پی را 2 پی قطعی باشد 6 و 28 میگیم. این باشد معین کرده 6 و 28 31 85 307 1795 865. او جدول‌های سینوس را با دقیقی فوق‌العاده حساب کرده است. این جدول‌ها برای کارهای نجومی و گیومتری اهمیت کلان داشته قبل از پیدایش حساب کنک‌ها و کامپیوترها چنین جدول‌ها واسطه اساسی حساب‌های علمی بودند. او در اثر مشهور مفتاح الحساب بار اول جدول‌های دقیق سینوس و کاسینوس را ترتیب داده اصول‌های حل مسئله‌های سه‌کنجه‌ها را تکمیل می‌دهد که چنین دستاورد علمی به رشد تریگونومتری مساعدت نموده با گذشت سالها در تحقیقات‌های علمی یوهان کپلر، تیهو براگه در استرونومیا استفاده گردیدند. مسلم است که به پیشرفت تریگونومتریا کشف قانون‌های حرکت سیاره‌ها از جانب کپلر خیلی مشکل می‌شد. کتاب مفتاح الحساب از مقدمه و 5 باب گویم که 5 کتاب عبارت است. کتاب یکمش درباره اریتمتیک بوتون‌ها میگوید. یعنی از ما گریم اگر کسر بوتون دارد و دهی دارد، اما درباره بوتون‌ها گپ می‌رود. در همونجا درباره عمل‌های یکم میراد 4 عملی که ما واضح می‌دانیم ضرب و تقسیم و همینها. بعد از اون اونجا با 2 عمل دیگر چی میشود؟ غیر این اونجا با عملی در اسرای مونه از ریشه برآوردن و همینها را راه‌های نوی حل همینها کسرها و برآوردن از تگ ریشه حل همین رو یافته است که در آینده همین رو در اروپا متد روفین هورنر میگن. در هندسه اولین مرتبه سینوس 1 درجه رو از بیرونی هم از خیام و از سینا دقیق تر حساب کرد. این بسیار یک دانشمندی فوق الاستعداد بود واقعا. در
тригонометрия 33 градуса мо имрӯз ҳамун 0017 мегем ин бошад 17 адад баъди ваям бо чен карда бировардааст тақсимш кардааст. ин як маҳорати баланди бузурги ҳамин шахси бузурга нишон медиҳад ва дар ҳалли модулаҳо то решаи n ёфтани модулҳоро нишон додааст ки 2 3 4 5 то ина решаша бароварданша нишон додааст касрҳоро. усулҳои ададии кошонӣ барои ҳисоб кардани решаҳо ва наздикшавии пай дар пай бо усулҳое шабоҳат доранд ки баъдтар аз ҷониби Исаак Ньютон, Готфрид Вилҳелм Лейбниц дар таҳияи ҳисоби дифференсиалӣ ва интегралӣ истифода шуданд. яъне муҳимтарин таҳқиқотҳои илмии кошонӣ дар риёзиёт ба пешрафти корҳои олимони зиёде бетаъсир намонд ва барои рушди шохаҳои гуногуни илм заминаи муҳим ба миён овард. навовариҳои кошонӣ дар илми математика хеле зиёд аст ки боиси соддатар гаштани ҳисобҳо ва рушди ҳамвораи илми риёзӣ гардид. ӯро ихтироъкори 4 амали ҳисоб ба вижа зарб ва тақсим медонанд ки асоси математика ҳастанд ва дар ин баробар мураввиҷи касрҳои даҳгона шинохта мешавад. дар фаъолияти ҳамарӯзаи худ инсоният аз касрҳои даҳӣ истифода мекунад. масалан дар бонкҳо, муҳандисӣ, пешрафтҳои иқтисодӣ, дар тиб ва ҳатто дар телефонҳои мобилӣ. ин тарзи навишти рақамҳо имрӯз оддӣ менамоянд, аммо дар асри 15 чунин навоварӣ воқеан дастоварди беназир дар ҷаҳони илм дониста мешуд. кошонӣ усули ҳисобҳои даҳиро такмил дод ва роҳро ба сӯи ҳисобҳои зуд, дақиқ ва муосир боз намуд. ҳамзамон бо талошу навовариҳояш ӯ тавонист адади пиро бо дақиқие ҳисоб кунад ки барои он замон ғайриоддӣ буд ва имрӯз дар маркази бисёре аз технологияҳои ҷаҳони муосир адади пи меистад. бе ин адад сохтмони биноҳои азим, тарҳи мошинҳо, барномаҳои компютерӣ ва технологияҳои кайҳонӣ ғайри имконанд. ҳар доира, ҳар чарх, ҳар мадори маҳвора ба пи вобаста аст ва донишманди маъруфи форс тоҷик тавонист адади пиро бо 16 рақами даҳякҳо ҳисоб намояд ки ба навҳе то 150 сол касе натавонист онро густариш бидиҳад. ӯ на танҳо ҳамчун риёзидони барҷаста, балки ситорашиноси дақиқназар низ шӯҳрат ёфта буд. кошонӣ бо таҳияи ҷадвалҳои хеле дақиқи астрономӣ ва анҷом додани ҳисобҳои мураккаби нуҷумӣ тавонист эътибори олимони замони худро ба даст оварад. дақиқӣ ва навоварии корҳои илмии ӯ таваҷҷуҳи донишмандони машҳури давр, аз ҷумла қозизодаи румӣ, яке аз бузургтарин олимони самарқандро ҷалб намуд. маҳз ба шарофати истеъдоди фавқулода ва дастовардҳои илмии худ, кошонӣ ба Самарқанд ки он замон яке аз марказҳои бузурги илмии ҷаҳон ба ҳисоб мерафт, даъват гардид. қозизодаи румӣ ки олими рақами 1 омадааст аз Кошон Самарқанд мехост омад. дар Кошон мебина як ҷавон ҳамин ғосӣ наво мехӯрад, кӯтоқаваз аввал назараш намегирад ки устурлоб мефурӯхт. баъд гуфт устурлоб ҳам калимаи тоҷика аз ситораё баъзе асбоб барои омӯхтани ҷирмҳои осмонӣ. баъд чандин намудҳои устурлоб ҳар хел аст. мепурсад як намуди душворш мепурсад, ғосидин ҷавоб медиҳад, ман инро ба касе мефурӯшам ки ина корбурд карда тавонад. дар суҳбати баҳс маълум мешавад ки ғосидин аз ҳамон олими рақами аз қозизодаи румӣ донотар аст. уна вақте мебиёд дар Самарқанд мегӯяд дар Кошон як марди панҷбаҷаба аст, аз ин хотир ки як қадаш кӯтоҳ будааст, лекин аз ман пеш аст. ин сухани худи қозизодаи румӣ ки аз ман
داناتر است. از این تاسما همه میداند، هم ریاضت میده، هم است. بدون میاره مجبوری. در سمرقند با سهم اولوغبک او در برابر دیگر دانشمندان نامدار در بنیاد رصدخانه مشهور سمرقند سهمی ارزنده گذاشت. این رصدخانه در عصر 15 از پیشرفته‌ترین مرکزهای تحقیقاتی استرونومی در جهان به شمار می رفت و با اسبابهای نادر مشاهدوی خود شهرت زیاد پیدا کرده بود. از همه کاری ماندگاری که جمشید کاشانی در سمرقند انجام داد، این بنیادی رصدخانه اولوغبک است. رصدخانه سمرقند که امروز با نام اولوغبک مشهور است. هرچند با نام اولوغبک مشهور است، ولی اولوغبک همچون حاکم تنها سپارش میداد، کمک میکرد، ولی کارهای اساسی را و راهبری همین رصدخانه را جمشید کاشانی به عهده داشت. خود سوت معنایش ششیک است که به زبانهای اروپایی سکستانت می نامند، یعنی یک ششیک حصه دایره را در نظر دارند که در آنجا تقسیمات کنجی صورت گرفته است و وقتی که روشنایی آفتاب یا ماه به آن می افتد، از روی آن بلندی آفتاب و ماه را در آسمان معین می کردند و اندازه کنجی این سوت حدود 60 درجه کنجی بود، یعنی 60 درجه و در آن یک درجه 72 سانتی متر را تشکیل میداد که در همان دوره بزرگترین رصدخانه جهان به حساب می رفت و خیلی دقیق بود و توسط این سوت فخری آنها دوامناکی سال را معین کردند که از دوامناکی سالی که امروز ما معین کردیم همگی 58 ثانیه اشتباه دارد و تمام. فعالیت علمی کاشانی در این مرکز به تحقیقات دقیق حرکت جرم‌های آسمانی، تکمیل اصول‌های مشاهده و کارکرد حساب‌های استرونومی روانه شده بود. نتیجه مهمترین این تلاش‌های علمی تهیه زیچ کورگانی گردید که یکی از آثار ارزشمند استرونومی دور به حساب می رود. این اثر معلومات مکمل آید به موقع و حرکت ستاره ها، سیاره ها و دیگر جرم های آسمانی را در بر گرفته به رشد منبعد استرونومی در شرق و بیرون از آن زمینه مهم فراهم آورد. اصلا باید همون زیجی با نام اولوغبک است، از اولوغبک نیست. همین غیاث‌الدین ساخته بود زیج جدید کورگانی میگون، همین نگرفت. این سبب مرگش هم همین شد، همین خوی تون میزاجی شد، همون قصد اولوغبک شد. دیگر نمایندگان البته میدونم با خاطر احترام به اولوغبک نسبت میدادن، این میگفت نه من کردم این کارا. جمشید کاشانی با فعالیت گسترده خود در رصدخانه سمرقند نه تنها به پیشرفت استرونومی عصر 15 مساعدت نمود، بلکه دلیل واضح در تاریخ علم است که جدول‌های مشهور استرونومی زیچ کورگانیش تا پیدا شدن تلسکوپ از دقیق‌ترین سرچشمه‌های ستاره شناسی در جهان به شمار می رفت. جمشید کاشانی با قدرت دانش و فعالیت بلند و نمونه در علم اخترشناسی یکی از سرآمدان زمان خود و در جهان علم تا به امروز از چهره‌های معروف و تاثیرگذار شناخته می شود. سالها حرکت ستاره‌ها، سیاره‌ها را آموخته برایش میسر شد زیچ خاقانی را بنویسد. کتابی که آثار مهم نجومی غیاث‌الدین جمشید کاشانی بوده تصحیح اشتباهات زیچ الهانی خواجه نصیرالدین طوسی را در بر میگیرد. کاشانی توانست با حساب‌های دقیق در زمان خود دایر به قطر زمین، قطر خورشید، حرکت سیاره‌ها، ستارگان و فاصله آنها از زمین سخن بگوید.
و در عصر 15 با نوآوری‌های برجسته علمی رصدخانه سمرقند را به یکی از پیشرفته‌ترین مرکزهای مهم علمی در جهان تبدیل بدهد. جمشید کاشانی در علم ستاره شناسی همچون اختراعکار دستگاه رصدی نیز شهرت دارد. او در زمان خود دستگاه با نام طبق المناطق یا طولیاب سیاره‌ای را ساخت که برای معین نمودن محل ماه و خورشید، آموزش حرکت 5 سیاره شناخته شده تا آن زمان و مشاهده فاصله هر یکی آنها تا زمین استفاده می گردید. چون این برجستگی شخصیت و تأثیر همواره او به علم ریاضی و اخترشناسی باعث شد کاشانی را بعداً در جهان غرب همچون دانشور نوآور در 2 رشته علم اعتراف نمایند و برای 500 سال کتاب و رساله های او را اساس پیشرفت های تازه علمی مورد پژوهش قرار بدهند. میراث علمی کاشانی مثل حلقه مهمی پیوند دانش میان شرق و غرب عمل کرده به پیشرفت علم در جهان اروپا مساعدت کرده است. پس از چند عصر دستاوردهای علمی کاشانی توسط ترجمه ها به اروپا راه یافته، اصولهای حساب، کارهای تریگونومتری و جدولهای استرونومی او به رشد علم در غرب تأثیر نظررس رسانیدند و نام و آوازه او در جهان غرب همچون الکاشی مورد احترام عالمیان گشته است. وقتی این غوثیده میکشند در تحلقه در مکتب علمی سمرقند میافتد، دانشمندا پراکنده میشن. آخران دانشمندی دو علی خوشی سمرقندی و هم صرف تاجیک بود. علی خوشی و خوشی کسبش بود. دیگه علادین هم اثرش تاجیکی نویسد، البته غیر عربی بیشتر تاجیکی نویسد. علی خوشی همه آثاری غوثیده با خود برد ترکیه و رفت روم. وقت روم نه ترکیه روم میگفتن، روم بود. اونجا روم که به اروپا نزدیک هم آثار خودش هم آثار غوثیدینه به اروپا گذروند. اروپا تازه اقرار هستن، حتی در فرانسه من فهمیدم که بعضی فرزنداشون کش میمونن به خاطر چی است. اون متاسفانه در اسای میونه اون که ما اقتباس میتیم مثل پتنتی غربی ها برآوردند و برنامه چی میکن نبود. حتی مثال های عادی که ابن سینا پنجمین موج رو در آب نشان داد پرتافتن تا گیوگنس همین آوردن. نتیجه نوآوری های علمی اش زمینه مهم بر رشد من بعد متماتیک و استرونومی گردیدند. این میراث علمی به تشکل اندیشه های ریاضیدانان بزرگ اروپا از جمله پیر فرما، لیبنیتز و ایساک نیوتن مساعدت کرد. همون بینام نیوتن در یک کتاب های همون خودشون بینام نیوتن کاشی نام دارد، برای که همین کاشانی ما با نام الکاشی در اروپا معلوم است. لاتینی زیر که اگر نامشه ببینین همین قیاس‌الدین جمشید کاشانی ما با نام لقب یک تخلص الکاشی در همون کتابای انگلیسی و در ترغیب علم ریاضیشون جا دارد. یعنی که اعتراف میکنن که همین کار این عالم اول کرده بود و با تکمیل او ایساک نیوتن همون بینام خودش میسازد. پس از پژوهش درباره برخی آثار کاشانی که خوشبختانه بیشتری آنها در کتابخانه‌های شرق و غرب موجود است، او را ریاضیدان هوشمند، مخترع، نقاد و صاحب افکار عمیق یافتم. کاشانی از آثار ریاضیدانان پیش از خود آگاه و به ویژه در فن محاسبه و به کار بستن روش‌های تقریبی بسیار آگاه و شیردست بوده است. اگر رساله محیطی او به دست ریاضیدانان غرب معاصر وی رسیده بود، از آن پس مردم مغرب زمین از بعض منازعات و تألیفات مبتذل درباره اندازه‌گیری دایره، محاسبه عدد پی بی‌نیاز می‌شدند. اگر نظریه واضح و روش علمی وی در مورد شناسانیدن کسرهای دهی انتشار یافته بود، فرانسوا ویت و استیون ناچار نمی شدند که 1.5 قرن پس از کاشانی نیروی فکری و عملی خود را برای از نو یافتن این کسرها به کار اندازند. دستخطهای جمشید کاشانی
در تاجیکستان به نشر نرسیدند، ترجمه نشدند یا اینکه خطگردان نشدند، هرچند که آثار زیادش را وی به زبان فارسی تاجیکی ایجاد کرده است، ولی در کتابخانه‌های اروپا نگاه داشته می‌شوند. عالمان اروپا به تحقیق و پژوهش آثار جمشید کاشانی مشغول هستند و اگر ما با زبان انگلیسی، با خط انگلیسی جمشید کاشانی جستجو نماییم در اینترنت، خیلی مقاله و کتاب و مونوگرافیا ها به زبان انگلیسی یافت میشوند که به فعالیت و به تحقیقات جمشید کاشانی بخشیده شدند. بسیار غایه های علمی که بعداً در متماتیکا و استرونومیای اروپایی رشد کردند، قبلا در آثار او به شکل مکمل پیشنهاد شدند و دانشمندان معروف اروپایی میراث علمی او را برای خود همیشه الهام بخش دانستند. پیش از هر چیز باید گفت که کاشانی حاسد زبردست بود و در این فن مهارتی شگفت‌انگیزی داشت و شاهد این مدعا این است که وی با اعداد شصتگانه خالص به آسانی و روانی حساب میکرد. کسرهای دهی را اختراع نمود، روش تکراری را در حساب به طور کامل و پیگیر به کار میبست. با شیردستی مراحل محاسبه را طور تنظیم مینمود که بتواند حد اکثر مقدار خطا را پیش بینی کند و در هر جا درستی اعمال را امتحان میکرد. آدولف پاولویچ یوشکویچ، پژوهشگر مشهوری روسیه. بسیاری دستخط و بسیاری اثرهای این علمان بزرگ در غربند و غربی ها از این ترجمه کردن و استفاده بردن و امروز پیشرویشون یکی از سبباش بگذار که احترام کردن یا که اعتراف کردن اولین دستاوردهای علم ریاضی و علم ستاره‌شناسی و علم فلسفه و علم کدام ساحه علم را که نگیریم در طب هم ببینین در عصر میانه ابن سینا و زکریا الرازی کار کردن، بعد در عصر 14-15 اونا به این کار رو آوردن. با یقین فعالیت علمی غیاث‌الدین جمشید کاشانی نمونه خدمت بی‌نظیر و تاریخ ساز برای رشد ذهنی بشریت است. او علم را نه تنها همچون واسطه حساب و تحقیق بلکه راه رسیدن به کمال انسانی می‌دانست. با همین روحیه به تحقیقات عمیق ریاضی و استرونومی پرداخته میراث گرانبهای به نسل‌های بعدی به یادگار گذاشت. غیاث‌الدین جمشید کاشانی سال 1429 در شهر سمرقند وفات کرده است. بعضی سرچشمه‌های تاریخی اشاره می‌کنند که او قربان سوء قصد گردیده است. طبق بعضی روایت‌ها داروغه سمرقند با سبب‌های سیاسی یا اختلاف‌های داخلی در مرگ او دست داشته است. با وجود این مرگ نابهنگام او نتوانست نور علمیش را خاموش سازد. آثار او تا امروز همچون یکی از پایه‌های مهم رشد متماتیکا و استرونومی باقی مانده، نامش را در صحیفه‌های تاریخی علم جاویدان گردانیده است. در جهان معاصر بسیار تکنولوژی‌های رقمی، مدل سازی متماتیکی، مهندسی کامپیوتری و حساببراری‌های علمی با پرینسیپ‌های ریاضی تکیه می‌کنند. هرچند بین دوره کاشانی و عصر تکنولوژی 100 سالها فاصله وجود دارد، رشد حساب‌های دقیق، اصول‌های الگوریتمی و فرهنگ حساببراری که او تکمیل داد، قسم مهمی تاریخ تشکل علم‌های معاصر می‌باشند. در دوران صاحب استقلالی و مخصوصاً در دایره 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، توجه به آموزش میراث عالمان بزرگ تاجیک قدم مهمی در شناخت میراث گرانبهای فرزانگان علم گردید. با اقدام‌های پیوسته و سیاست خردمندانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، آموزش و معرفی آثار دانشمندان بزرگ تاجیک به یکی از سمت‌های مهم سیاست فرهنگی و معرفتی کشور تبدیل یافته است. این روند نه تنها به احیای میراث گرانبهای علمی گذشته،
بلکه به تحکیم خودشناسی ملی و بلند برداشتن حس وطندوستی نیز مساعدت می‌کند. زیرا شناخت شخصیت‌های بزرگ علمی و فرهنگی برای هر ملت مکتب خودآگاهی و افتخار ملی به حساب می‌رود. واقعا اقدام پرزیدنت ما از اقدام دلخواه عالم معاصر پیش است. مثلا بعد از استقلال به دست آوردن محض با شرافت بی‌واسطه اقدام پرزیدنت آموزش نیاگان ما، آموزش احوال، آثار و تفکر نیاگان ما رشد پیدا کرد. مثلا سالهای 20-40 سال آموزش علم طبیعی ریاضی و چندین آزمون‌ها. حکومت جمهوری تاجیکستان با قرار معین خودش که درباره آموزش 20 ساله علم‌های دقیق طبیعت شناسی تکنیکی یک اقدام کلان حکومت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت محترم کشور اومدی رامون است که ما با این علم‌ها باید جدی اکنون امروز نظر افکنیم و اون کمبودی و اون نارسایی‌هایی که در آموزش و در تعلیم امی فن‌ها هست ما باید آنها رو برطرف کنیم. زیرا ببینید در نه کتاب ریاضی، نه در کتاب فیزیک، نه در کتاب‌های ستاره شناسیمون تا حال مختصر درباره این علما یگام جمله می‌یابیم. قدم اول رو از مکتب گذاریم و معلومات‌های مهم و جدی رو درباره دستاوردهای گذشتگان خودمون شروع کرده از ریاضی، استرونومی، فیزیک، بیولوژی، گیولوژی، گئوگرافیا در کتاب‌های درسی جا نماییم و هر موضوعی را که به خوانندگان می‌گذاریم باید با آوردن مثال‌ها تحکیم بخشیم از آثار و از دستاوردهای گذشتگان خودی ما و خیلی زیاد است مثال و نمونه‌ها. از جمله مثلا حل معادله‌های کوبی از طرف عمر خیام، از جمله تصنیف معادله‌های خطی و کوادراتی از طرف الخوارزمی، از جمله چین کردن رادیوس زمین از طرف فرغانی و ابوریحان بیرونی، از جمله مشاهده گزارش سیاره زهره از روی آفتاب از طرف ابن سینا و پیشگویی کردن گرفت آفتاب و ماه از طرف بیرونی و جمشید کاشانی و شمس الدین بخاری و احمد دانش. و این قدم اول باید باشد، یعنی وارد کردن آنها به روند تعلیم و برنامه‌های تعلیمی. قدم دوم این نشر آثار آنها است با زبان تاجیکی و با شرح و توضیح. البته آنها که در عصرهای میانه فعالیت میکردند بعضی اصطلاح‌های خاص داشتند، طرز جمله بندی دشوار داشتند که امروز نه همه خوانندگان میفهمند. باید هنگام نشر آثار آنها ما باید در حاشیه شرح و توضیح دهیم و با اصطلاحات امروزه به خوانندگان فهمانیم که عالم یا دانشمند چی را در نظر داشته است. آثار علمی او تا امروز اهمیت خود را نگاه داشته نسل‌های نوی محققان را به جستجوی دانش، نوآوری و کشفیات تازه راهنمون می‌سازد. با گذشت سالها و دگرگونی‌های کلی در حیات بشریت نام او همانا زنده است. غیاث‌الدین جمشید کاشانی که میراث ماندگارش پایه استوار علم‌های دقیق و رشد تکنولوژی‌های معاصر محسوب می‌یابد، در صحیفه‌های درخشان تمدن بشری و تاریخ علم یکی از نابغه‌های بزرگ جهان جایگاه ارزنده کسب کرده است و با اطمینان می‌توان گفت که زحمت و تلاش‌های نوجویانش صحیفه درخشان در راه علم باقی خواهد ماند. توسط دو نامه‌ای که غیاث‌الدین جمشید کاشانی به پدر و مردم کاشان نوشته است برایمان معلوم می‌گردد که دانشور معروف تاجیک تمام عمر خود را صرف راه علم کرده برای حیات شخصی فرصت نداشته است و بیشتر وقت خود را به آموزش و تربیت شاگردان
صرف کرده است. شاگردانی که در مدید سالها مکتب علمی او را با افتخار پیش بردند. یکی از شاگردان نوآور و معروف او در جهان علم، علی قشچی، نماینده دیگر علم فارس تاجیک می باشد که همچون تهیه کننده اولین جدول های بسیار رقمه فونکسیون های تریگونومتری شناخته می شود. با گذشت سالها بزرگترین ریاضیدانان و مورخان تاریخ علم رساله محیطیه، مفتاح الحساب و دیگر کتاب و رساله های جمشید کاشانی را بهترین دستاورد علمی آموزنده در زندگی بشریت دانستند. شخصیت او را باشد همچون دانشمند همدان و مؤلف اولین سیستم قیمت عددی پی با درستی 16 عدد آن تاثیرگذار در زمان ما می دانند. امروز انسانیت در عصر تکنولوژی زندگی می کند. فعالیت همه روزه ما به کامپیوتر وابستگی دارد و قدرت ذهن صنعی تا رفت فراگیر می شود. به یقین اساس همه این پیشرفت ها متماتیک است و در پشت این همه دستاوردها زحمت فرزندان نیکنام تاجیک از جمله غیاث‌الدین جمشید کاشانی می ایستد. دوستان عزتمند، یادآور می شویم در مستند امروزه نابغه ها ما از سهم دانشور ممتاز علم تاجیک غیاث‌الدین جمشید کاشانی گفتیم. در پیش باز چندین نابغه هایی هست که دانستن پاره روزگار و فعالیت عبرت آموز آنها برایتان همواره شوق‌آور خواهد بود. دلیر حسن زاده بودم با جمع همکارانم در مستند نابغه ها. تا دیدار نو، خیر.